د بعض قومونو ترمنځ یو تړون وي میاشت په میاشت معین مقدار روپۍ جمع کوي او بیا مصیبت زده سره کومک کوي. د دې څه حکم دی؟ دا مسله په بعضو قومونو کې ډیره زیاته ده. تیره جمعه هم حاجي صاحب د هغه جومات هغوی ما نه پوښتنه کړې وه، ما ورته ویلي د مانځه نه بعد ما آینده جمعه به زه دا جوابوم انشاءالله. دا ډیره مهمه مسئله ده. دې څو قسمونه دي، چند اقسام داره. اگر متوجه باشیم یک پروگرام دی خود ما و شما دی حجره حاجی صاحب میشیشتن 15 روز بعد، دالی نمیفهمو پروگرام نیست. یکی او سیستم بود و اکثر دکاندارم دی مارکت های سیستم دارن، 1000 روپا میندازن 10 نفر 20 نفر یا 30 نفر قسوار باز برای یکی میگه ما در ماهی به یک نفر میتن 10,000 یا 20,000 یا 50,000. او مشکل عمده خود میتانه که به او پول حل بکنه. این مشکل نداره، این مشکل نداره. دی نه کسی تاوان میکنه، نه فریبکاری هست، نه سود هست، هیچ چیزی نیست. این مشکل نداره. اما یک شکل دیگه وجود داره در بین بعضی اقوام. به طور مثال سر فی زندار، کسی که زنداره 100 افغانی ماهانه جمع میکنن. باز در بین ازیاد کسی که یک نفر فوت میکنه در یک فامیل، باز بریزی میتن 10,000 یا 20,000 یا 30,000 یا کم یا زیاد، برچه که فیصله کرده باشن. یا مصارف روز اولو امو میمانه و چیزی که باشن مصارفش می پردازن. این قانون اگر متوجه باشین از لحاظ شریعت میگم که در کدام جای نقصانات است. از لحاظ شریعت این کار نارواست و رای درستشم میگم. اکثر در بین اکثر اقوام این قانون وجود داره. اشتباه شرعیش در اینجا هست. به طور مثال 100 فامیل هستن زندار که 100 روپا ماهانه میندازن، میشه 10,000 روپا. درست است؟ باز 3 ماه 4 ماه 5 ماه بعد یک مرده میشه، بریزو میتن 10,000 یا 20,000 به خاطر رضای خدا. حال امکان داره که در یک فامیل در 1 سال خدا دور داشته باشه، در 1 سال 3 مرده میشه. در یک فامیل دیگه در 10 سال 1 مردم نمیشه. یک شکل قمار شد یا نشد؟ و یک فامیلی که 3 مرده در خانه شده، اگر 10,000 باشه در 1 سال 30,000 روپا او گرفت. فامیل دیگه که در 10 سال در خانهش مرده نشده و 1 روپا مزی پیسه نگرفته. پس از همین خاطر به این شکل درست نیست. و قسم دومش ایست که این پول جبری هست. اگر کس ماهانه این پول تسلیم نکنه نتا، باز از این پیسه اگر سر از یک مصیبت بیا کس باز بریزی پیسه نمیتا. همینطور هست نی؟ جبری هست. و تصدق به جبر و به زور در فقه حنفی ناروا هست. به زور یک نفر میگه تو بتی در اینجا پیسه پرتی. راه درستش هست. راه درستش است که دمی قوم به این یک فیصله بکنن، به این یک تعهد بکنن که کسایی که وسع و توان دارن به اختیار خود در صندوق پیسه پرتن. ماهانه به اختیار خود در صندوق پیسه انداخته برن و باز به همی یک فیصله برسن. سر کدام فامیلی که مصیبت می آیا، مرده می آیا، قرضداری می آیا، یک مصیبت دیگه می آیا، از همی پول یک 20,000 و 10,000 روپا بریزو ما میتیم. به این عنوان باز مشکل نداره. به این عنوان یک چیز خیریه هست. این باز یک بنیاد خیریه هست، یک صندوق خیریه هست که از همی پول به اختیار خود هر کس پیسه پرتا. کسی به طور مثالی توان داره 1,000 میندازه، این دیگه توانش نداره و 500 میتا و ای 100 روپا میتا. و اون نفر است که کراچیوان است او هیچ توانی و 100 روپا هم نداره، غریب و معاف باشه، اختیار داشته باشه، خدا کنه که دار و پم پرت مشکل نداشته باشه. به این شکل اگر ای پیش برا کدام مشکل شرعی باز نداره. اگر به طور جبری باشه که 100 روپا کسی اگر نندازه از این حق داده نمیشه، این خیر برش نمیرسه، ضرور باید 100 روپا ماهانه پرتن. در او صورت باز این ناروا هست، این کار درست نیست، باید از این خودداری شوه. اما راه درستشم گفتم که با مورا مشکل حل میشه.